سوال ما این بود انصاری صاحب عزیز که کسی که در مسجد در خانه خدا بله عمل انتحاری را انجام میده و یا در قرآن عظیمشان بم جایگذاری میکنه آیا ما این مسلمان گفته میتونیم؟ باش چشم در این مورد صحبت میکنم. تشکر. زنده باشین برادر عزیز، سلامت باشین. تشکر، وقتتون خوش. خداحافظ شما. ببینید بینندگان عزیز و گرامی، اولا قضیه عملیات انتحاری یا که بعضی از گروه ها میگن عملیات استشهادی، همین قضیه عملیات هایی که در اون شخص خودش کشته می شود و جان خود را از دست می دهد، این یک مسئله ای است که علما در مورد این به دو نظر هستند. تعدادی میگن که این اصلا جایز نیست، مانند شیخ ابن عثیمین رحمه الله که میگه که کلا این عملیات هایی که در اون شخص خودش رو منفجر میکنه. حالا ما داریم از عملیات هایی صحبت میکنیم که این عملیات های جهادی باشد، یعنی مسلمانان در مقابل کفار می جنگن. طبیعتا لشکری از کفار است، زیاد هستند، مسلمان ها تعدادشان کم است. شخصی میره مثلا خودش رو منفجر میکنه در بین اونها به خاطری که تعداد زیادی از آنها رو بکشه، و یا اینکه با یک شکلی میره در بین اونها عملیاتی انجام میده که در اون 100% میدونه که خودش کشته میشه. تعداد زیادی از علما میگن حتی اینم جایز نیست، و اونایی که میگن جایز هست طبیعتا دلایلی دارن از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه که در بعضی از جنگ ها، مثلا در جنگ با مرتدین، در جنگی که به حدیقه الموت معروف است، یکی از صحابه خودش رو به وسیله منجنیق پرت میکنه در داخل کفار به خاطری که در رو باز بکنه و در رو باز میکنه و مجاهدین وارد قلعه میشن و اون رو فتح میکنن. این در حصر این عملیات ها که چه در مورد حرمتش چه اباحتش که ما داریم صحبت میکنیم، جنگی است که بین کفار و بین مسلمان ها باشه، جنگی که بین آن تعداد از کفاری که سرزمین های اسلامی رو اشغال کرده باشند، حقوق مسلمانان را پایمال کرده باشند، جرم جنایت کرده باشند که هیچ جرم و جنایتی بالاتر از اشغال سرزمین های اسلامی نیست. در اون صورت انسان ها با هر چی که در دست دارند در مقابل این متجاوزین می جنگن. ما اینجا در مورد جهاد داریم صحبت می کنیم وقتی که جنگی باشد بین کفار و بین مسلمان ها. اما این که یک مسلمانی که خودش را مسلمان می داند برود و در یک مسجد خودش را منفجر بکند در بین نمازگزاران، ابداً و اصلاً این کار اسلامی و شرعی نیست. هیچ کس از علمای مسلمان این رو جایز ندانستند غیر از همین سران گروه های تکفیری که غیر از خودشون همه رو کافر میدونن. در عبادتخانه های مسلمانان، در مساجد و در بین قرآن کریم بمب رو جاگذاری کردن، در مساجد گذاشتن، اینها اعمال وحشیانه ای است که هیچ ربطی به اسلام و مسلمان ندارد. اگر کسی ذره ایمان به اندازه یک مثقال خردل ایمان در دلش باشد این کار رو انجام نمیداد. این کلا یک عمل ناجایز و عمل جنایتکارانه است و کسی که این کار رو انجام میداد این انسان اصلا بدور از اسلامیت و این مسائل اصلا از انسانیت بوی نمیبرد که این کار رو بکند. نه تنها در عبادتگاه مسلمانان، حتی در عبادتگاه های غیر مسلمانان، حتی اگر بتخانه باشد، کلیسا باشد، اماکن عبادت بودایا باشد، سیک و هندو و غیره باشد، که کسی برود در آنجا خودش رو انفجار بدهد، نه در قرآن کریم نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همچین چیزی جایز نیست. و کسانی که این اعمال رو
شروع کردن و انجام میدهند همین گروه های تکفیری هستند که اول مردم رو تکفیر میکنن، بعد از اون که تکفیر کردن ریختن خون آنها رو به هر شکلی که شده است جایز میدانند و این عمل اسلامی نیست، انسانی نیست. کسانی که این اعمال رو انجام میدن اینها انسان نیستن اصلا، به دور از اینکه ما بیایم در مسئله اسلام و ایمانی مسائلی صحبت بکنیم. این یک عمل وحشیانه ای است که یک عمل جنایتکارانه است که متاسفانه در خیلی از این گروه هایی رو که شما میبینین، گروه های تکفیری که خاصا در 30-40 سال اخیر در بعضی از کشورهای اسلامی فعالیت میکنن، در پشت سر اینها بیشتر سازمان های استخباراتی هستند که از احساسات و عواطف جوانان مسلمان سوء استفاده میکنن برای اهداف استخباراتی خودشان.